من تشخیص دادم که صدای مسلسل سنگینه. یکی لیزر مینداخت روی پیشونی‌ها که نفر بعدی شلیک بکنه. زندانبان‌ها و سازمان زندان‌ها دقیقاً در جریان بود که چه اتفاقی قراره بیفته. یک احساس خوشحالی و ترس، یعنی مثلا چی نمیدونستیم. حمله میارن سمت در که میخواستن هجوم بیان توی افسر نگهبانی، با کپسول آتش‌نشانی میزنن کفرها رو خورد میکنن. بزرگترین آتش‌سوزی در امنیتی ترین زندان ایران. چگونه اوین صحنه آتش و دود شد؟ آیا چنان که مقامات زندان میگویند علت آن شورش زندانیان بود یا صحنه سازی زندانبانها برای سرکوب در داخل و ارعاب در بیرون زندان؟ بند 7 زندان اوین، کانون آتشی که به کشته و زخمی شدن بسیاری از زندانیان ختم شد. این که دقیقاً آن شب هولناک در اوین چه گذشت را نمی‌دانیم. اما زندانیان بندهای دیگر شاهدانی هستند که تصویری متفاوت از اتفاقات آن شب به دست می‌دهند. 2 روز قبل از اینکه این مسئله پیش بیاد، من دیدم چند تا سرباز اومدن سالن ما، به دیوار یه دونه از این کپسول‌های آتش ضد حریق بود، رو زمینم کپسول خیلی بزرگ بود که نمیشد راحتی تکونش داد. دیدم چند تا سرباز اومدن روز تعطیل میخوان اینا رو ببرن. گفتم کجا میبره؟ وقتی که من این سوال از یکی از پرسنل پرسیدم، بر چه اساسی شما 2-3 روز قبل از آتش سوزی تمام کپسول ها رو جمع کردین، توضیح ایشون این بود که یک گزارشایی رسیده بود به مسئولین زندان که احتمال شورش میدادن و به خاطر همین کپسول ها رو جمع کردن، چون ممکن بود کپسول ها رو زندانیا بندازن تو آتش و منفجر بشه و اینا. همه زندانیایی که ما با اونها صحبت کردیم از تغییرات امنیتی مختلف توی بندهاشون در 1-2 روز پیش از آتش سوزی صحبت کردن. این شواهد سوالات بیشتری درباره انگیزه و استراتژی مسئولین زندان در برخورد با شورش احتمالی ایجاد میکنه. اگر اونها از پروژه به قول خودشون یک شورش در زندان آگاه بودن، چرا به جای خنثی کردن اون خودشون رو برای عملی کردنش آماده میکردن؟ صبح روز آتش سوزی آژیرهای زندان دست کم 2 بار به صدا در آمدند. یک بار حدود ساعت 11:30، زمانی که زندانیان علت رو جویا شدن با آنها گفته شد تمرین است. شنبه 23 مهر حدود ساعت 5:06 بعد از ظهر هوا تقریبا تاریک شده بود که اولین صدای شلیکا به گوش ما رسید. در کنار اینها صدای همهمه و شعار دادنی هم میشنیدیم که از بند آقایون بود. در همین زمان است که نخستین تصاویر از حادثه در زندان اوین در شبکه‌های اجتماعی منتشر می شود و در مدتی کوتاه توجه همه رسانه‌های جهان را به خود جلب می کند. Huge fire has broken out at a notorious jail in Iran. از دور صدای همهمه می اومد، یعنی و صدای داد و فریاد و شعار. مدتی خیلی کوتاهی گذشت و صدای خانوم ها هم اضافه شد، یعنی من صدای میشنیدیم مال خانوم ها بودن و اون خیلی نزدیکتر بود، شعار میدادن. تعدادی از بچه ها جمع شدن و شروع کردن شعار دادن، مرگ بر دیکتاتور گفتن. با فشاری که بچه ها وارد کردن به این در و ضربه‌هایی که زدن، تونستن اون از جا بکنن و برن به سمت کریدور دفتر و از اونجا دسترسی پیدا کنیم به حیاط کوچیکی که در واقع در ورودی از بیرون زندان به داخل بند ما باز میشد به اون حیاط. در همین حین بود که از بالای دیوارهای اون ما زبانه‌های آتش رو دیدیم. همه شروع کردن شعار دادن و در همین حین بود که از پشت دیوار به شدت گاز اشک‌آور زدن. دود عظیمی از آتشی که در جریان داره اینا رو احاطه کرده، بوی شدید گاز اشک‌آور و اسپری فلفل و تکتیراندازها این چند نفر رو هدف گرفتن. یکی لیزر مینداخت روی پیشونی‌ها و به قول خودشون نشونه گیری میکرد که نفر بعدی شلیک بکنه.
بند نسوان اون موقع اشتباه نکنم کمتر از 60 تا زندانی داشت که برای این 60 تا زندانی بیشتر از 200 تا گارد ویژه فقط پشت در بند زنان اوین گذاشته بودن که زنان زندانی رو سرکوب بکنن و اونا به شدت تشنه حمله به بند نسوان بودن این گارد ویژه. یک تماس تلفنی کوتاه ضبط شده از زندان اوین مربوط به شب آتش‌سوزی به دست BBC رسیده که تماس گیرنده از داخل زندان به تیراندازی اشاره میکنه و صدای زندانیان که شعار میدن در پس زمینه هم شنیده میشه. صدای تیراندازی و کلاشینکوف همینجوری متعدد داره دور اطراف زندان میاد. ساعت 10 تا به 9. یعنی چی؟ متعدد صدای تیراندازی داره میاد. یعنی چی؟ مردم اونجا فکر میکنی؟ من نمیدونم. کلا تو روزهای اخیر تمام محدودیت ها فشارها رو بر ما ایجاد کردن، دارن ما تهدید میکنن. کثافت ها. خب بعضی از بچه‌ها وارد راهرو شدن، راهروی خود سالن، چون در راهروی بالا رو بسته بودن و ما دیگه این دفعه صدای ضربه به در و دیوار و اینا رو شنیدیم و قفل در اندرزگاه ما به راهروی اصلی که به سالن 3 و 4 وصل میشه شکسته شد و اومدیم بیرون تو راهرو که ببینیم چه خبره. یه آقای تو زندان ما بود، ایشون فکر کرد که الان انقلاب شده، در زندان شکستن و شروع کرد صدا کردن که فرار کنید فرار کنید و اسباباشو جمع کرده بود و فرار کرد به طرف پایین و رفت اونجا. این درست زمانی بود که گارد ویژه، گارد مخصوص حمله کرد و شروع کرد به استفاده از گاز و ایشون برگشت، چشمش بد جوری اصلا صدمه دید رو که 2-3 روز مشکل داشت. ظاهراً آتش سوزی از کارگاه خیاطی چسبیده به بند 7 شروع شده. زندانیان به دلیل فرار از آتش سعی داشتن از بند خارج بشن، ولی نیروهای امنیتی و گارد زندان که از قبل مستقر شده بودند شروع به تیراندازی به سمت اونها کردند. طبق یکی از ویدیوهایی که از زندان اوین به دست BBC رسیده، بیش از 120 بار صدای تیراندازی و دست کم 3 انفجار مهیب تنها در این یک ویدیو شنیده میشه. شب هولناک زندان اوین روایت و ناگفته‌های بسیاری داره، ولی یکی از ابهامات اصلی درباره ساختمان بزرگ بند 7 جایی که گفته میشه تعدادی از زندانیان کشته شدند و زندانیان بند 8 از فاصله نزدیک شاهد این خشونت خونین بودند. صدای خیلی بلندی و فریاد و نمیدونم فحاشی و این مسائل و اینکه صدای تیراندازی. ما از پنجره سالن بند 8 که نگاه می‌کردیم می‌دیدیم که گاردهای ویژه، یگان ویژه و گارد زندان پیرامون زندان که می‌خورد به تپه‌های اوین و کوهستان و اون تپه‌ها اینا موضع گرفته بودن، از اونجا تیرهای شعله‌ور پرتاب می‌شد و نمیدونم گاز اشک‌آور بود یا تیرهای آتش‌زا بود، گله‌های آتش‌زا بود، نمیدونم چی بود، تیرهای شعله‌ور پرتاب می‌شد به سمت حیاط بند. از سالن‌های بالا که دوستان آمدن دونه دونه درها رو شکوندن، در سالن‌ها رو 10 و 9 و 8 زندانیان سیاسی که تو این سالن‌ها بودن رفتن بیرون به سمت حیاط. تو حیاط شروع کردن شعار دادن، شروع کردن تقبیح این مسئله که چرا دارن سرکوب میکنن، چرا دارن به این شدت برخورد میکنن با سایر زندانی‌ها که خودشون مورد هجمه قرار گرفتن، خودشون مورد حمله قرار گرفتن. حدود فکر می‌کنم 1.5 ساعت حتی طول کشید تا اینکه صدای موتورهای خیلی زیاد گارد از اطراف نورهاشون میومد و اینها که بعضی که یعنی بند 7 ساکت شد، حالا یه جورایی قائله رو به قول خودشون خاتمه دادن، اومدن سراغ بند 8. دیگه خب منورایی زده میشد که دور تا دور بند آتیش گرفته بودن. کاملا مشخص بود که خیلی هماهنگ شده از طرف زندان هستش. چند تا از زندانی ها که اونجا زندانی بودن و میشه حالا بهشون گفت افرادی که همدست با زندانبان هستن، اومدن اون در آخر که منتهی به حیاط بود و پشتشو بستن و اتوبایی رو انداختن پشت و پشت در آتیش زدن که دوباره در شکسته نشه. کسایی که تو حیاط موندن دیگه نتونستن بیان داخل. از اینجا سرکوب به بند 8 شدت گرفت و کسانی که حالا اونجا حتی افسر نگهبان بودن، کسانی که به عنوان توی حفاظت اطلاعات زندان کار میکردن و اینا، اومدن توی پشت بومای ساختمان‌های اطراف که ساختمون استخر کارکنانه و ساختمون کارگاه هست اونجا وایستادن و با اسلحه‌های کلت و کلاشینکوف شروع کردن تیراندازی به سمت زندانیانی که توی داخل حیاط بند 8 بودن.
در جریان تیراندازی به زندانیان بند 8 یاشار توحیدی با 3 گلوله جنگی به هر دو پاش و محمد خانی با گلوله جنگی به کمرش به شدت زخمی شدند. تعداد بیشتری هم با گلوله‌های ساچمه‌ای در بند 8 زخمی شدند. نهایتاً بیش از 1500 نفر از زندانیان بند 7 و 8 رو به سالن ورزشگاه بردن و تا صبح بدون دارو، غذا و دسترسی به توالت نگه داشتن و مورد ضرب و شتم قرار دادن. در این شب تعدادی از زندانیان بند 7 کشته شدند، ولی هنوز آمار مشخصی از تعداد کشته شده ها منتشر نشده. قوه قضاییه تعداد اونها رو 8 نفر اعلام کرد، بدون اشاره به هویت و چگونگی کشته شدن این 8 زندانی. بعد از افشای هویت یکی از کشته شده ها به نام حسین جزی که گفته میشه از معترضان بازداشت شده بوده، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ضمن تایید نام او حسین جزی رو عامل دشمن در آتش سوزی معرفی کرد. BBC فارسی تونسته یک نفر دیگر رو شناسایی کنه، محمد رضا مشهدی فراهانی، و بر اساس مدارکی که به دست ما رسیده او با اصابت گلوله به سر و 2 گلوله به قفسه سینه کشته شده. اوین بخشی از خاطره تلخ جمعی و سیاسی ایرانیان است. آتش آن شب هولناک شاید هیچ وقت از ذهن شاهدان پاک نشود. اما آیا حقیقت زیر خاکستر پنهان میماند؟ فرزاد سیفیکاران، BBC.